سلام و عید سعید قربان مبارکتون باد هموطنان عزیز. خلاصه خبرهای مهم سهشنبه 20 ایول تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. شماره قربانیان سیل در دشت قوزه و کشتودک پنجکند به 12 نفر رسید. زنی نو بین مهاجران در نزدیکی مسکو. مریم ایسویeva را در عرفه اید از بیمارستان جواب دادند. در تاجیکستان شماره رکوردی گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است. عمل خیر حاجی محمود جان در عرفه اید کمک به 1045 اویله و دستارخوان ایدانه برای 700 سرباز. مرگ 3 همصنف در روز دوشنبه کولاب، 2 همصنف دیگر در حالت وزنی. و اکنون تفصیلات خبرها. نیمه دوم 19 ایول بر اثر سیل شدید در دهه دشت قوزی و چراگاه تابستانه دهه کشت تودک در پنجکند 12 نفر از جمله کودکان به هلاکت رسیدند. امید یوسفوف سخنگوی کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به رادیو آزادی گفت تا این دم جسد 10 نفر را از زیر آب و گل بیرون کشیدند و جستجوی 2 جسد دیگر ادامه دارد. امید یوسفوف گفت تقریبا ساعت 15:30 باران‌های پی در پی در دهه دشت قوزی جماعت دهاتی یوری شهر پنجکند ولایت سوغد فرآمدن سیل را به عمل آوردند. طبق معلومات پیشکی در نتیجه آفت طبیعی آب و لایقه قسما به 15 بنای استقامتی قطعه‌های نزد اولگی 3 کیلومتر راه بین دهه‌ها ضرر رسانیده باعث به تلفات 35 سر چاروانی شد. خورشید فاضلوف خبرنگار مقیم پنجکند در فیسبوک از قبل محمد صادر سفرزاده معاون اول رئیس شهر پنجکند خبر داد که حادثه تقریبا ساعت 17 به 18 سانه 19 رخ داده. در پی بارشات سیل عظیم آمده مردمی را که در آوول قرار داشتند میبرد. تا ظهور 20 ایول جسد 10 نفر که از دهه کشت تودک بالا در این حادثه هلاک شدند پیدا کرده شد و آنها را به خاک می سپارند. کوفتوکوف 2 نفر دیگر دوام دارد. خسارات دیگر را کمیسیون حساب کرده ایستاده است. همه نهادهای مربوطه در جای حادثه قرار دارند، گفته است سفرزاده. محکم‌بای حلیموف کاتب جماعت دهات یوری گفت تنها در دهه 20 200 سر مال میده، 7 ماشین، 9 سر مال کلان، 1 پول و 1 ترانسفرماتور را سیل به کام خود برده است. قبلا مقامات نام 2 قربانی مسلمه ایگنبردی و آرام ایرالیوی را که زیر لای مونده جان باختند اعلام کرد. گفته می شد که 7 نفر دیگر از جمله 4 کودک در چراگاه دهه کشتودک که از محل زیستشان 30 کیلومتر دورتر بوده است تومه سیل شدند. شب 18 ایول در صحنه یک بنای استقامتی در شهرک اپریلیوفکا در ولایت مسکو بین 2 گروه مهاجران زنوزنی به عمل آمده است. در ثبت نشر شده در اینترنت دیده می شود که 2 گروه در صحن بنا به سر یکدیگر می تازند و صدای داد و فریاد و هم صدای تیر به گوش می رسد. منبع خبرگزاری تاس در مقامات حفظ حقوق گفته است که در زنوزنی در اپریلیوفکا حدود 20 نفر اشتراک کرده در جریان مناقشه از کلتک و شیشه استفاده بردند. تیرپرانی هم بود ولی هنوز دقیق نیست که از کدام نوع سلاح استفاده شده است، گفته است منبع تاس. سبب مناقشه و از کدام کشورها بودن اشتراکچیانش را نیز هم معین نکردند. در جریان بی‌ترتیبی ها چند ماشین را آسیب رسانیدند. اپریلیوفکا شهرک است با 30,000 اهالی در پهلوی شهرهای کلوگا در 50 کیلومتری جنوب و غرب شهر مسکو. زنوزنی در اپریلیوفکا یک هفته بعد زنوزنی شب 12 ایول حدود 200 مهاجر از آسیای مرکزی اساساً از قرقیزستان و تاجیکستان در کوچه زلینادولسکا در نزد ایستگاه مترو کوزمینک شهر مسکو است. در جریان آن زنوزنی چند نفر از جمله با زخم کارد بستری کرده شده. پلیس 103 نفر را بازداشت کرد. دادگاه نویه کوزمینک 48 نفر از اشتراکچیان زنوزنی را با جرم ویران کردن ترتیب گردی همایی به 15 روز حبس مأموری محکوم کرد. پلیس مسکو گفت که اشتراکچیان این زنوزنی را از روسیه اخراج و از حق بازگشت به این کشور
محروم خواهند کرد. صاحبکار شناخته تاجیک حاجی محمدجان مرادوف، رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل که با عملهای خیر خود نام برآورده است، در عرفه عید قربان به 1045 نفر در ناحیه شامنصور کمک‌های غذایی رسانیده و برای بیش از 700 عسکر و افسر قوه‌های مسلح تاجیکستان دستارخوان عیدانه آراسته است. در گزارش ویژه ویدیویی گفته می شود که از بسته‌های یاری‌های غذایی این صاحبکار از جمله کارمندان طب، آموزگاران، یتیمان و برجاماندگان و عائله‌های محتاج بهره‌مند شدند. این بسته‌های یاری‌های غذایی از محصولات‌های چون گوشت، روغن، ارد، برنج، مکران و محصولات دیگر عبارت بوده است. صاحبکار طور در ویدیو دیده می شود همین طور در عرفه عید برای بیش از 700 سرباز قسم نظامی رقم 02615 وزارت مدافعه تاجیکستان دسترخوان عیدانه آراسته است. در گزارش چندین بار تاکید می شود که این عملهای خیر حاجی محمودجان مرادوف برای دیگر صاحبکاران تاجیک نیز باید نمونه عبرت و پیروی باشند. حاجی محمودجان که در بازار ساختمانی پایتخت تاجیکستان از صاحبکاران پیشتاز به شمار می رود، با عملهای خیر خود مشهور است. این صاحبکار دست به خیر سال گذشته با دست کم 5 عائله محتاج و معیوب در دوشنبه منزل‌های نو با تمام شرایط و جهاز لازمی تحفه کرده بود. ماه ایول سال جاری حاجی محمودجان با یک زن محتاج از ترسونزاده که با 2 فرزند معیوبش 25 سال باز در بدر مردم زندگی میکرد، یک حوله با تمام جهازش تحفه کرده خانه‌دار کردن پسران این زن را نیز به عهده گرفت. در اول ماه ایول خبر آمد که حاجی محمودجان با یک عائله دیگری که 17 نفر با شمول 5 فرزند معیوب در یک حجره تنگ خوابگاه زندگی داشتند، در مرکز شهر حوله خریده نیز با تمام جهاز لازمی برای روزگار تامین کرده است. صاحبکار همچنین برای فرزندان این خانواده که در روسیه در مردکاری قرار داشتند چپته بازگشت خرید تا به نزد نزدیکان خود برگردند. بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری‌های سرایتی شهر دوشنبه واقع در قصبه زرافشان در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که هنرپیشه خلقی تاجیکستان مریم عیسویeva را روز 19 ایول در عرفه عید قربان از بیمارستان جواب دادند. امروز یک سابقه دار مهنت هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک هنرپیشه خلقی تاجیکستان مریم عیسویeva که با نشانه‌های بیماری کرونا ویروس بستری بود در بیمارخانه مذکور و تحت نظارت طبیبان و مخصوصا پروفسور کافدرای بیماری‌های سرایتی رحمانوف و سرطبیب بیمارخانه حبیبزاده و طبیب جوان ایرانوف آذر قرار داشت. خود امین روز هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک را پس از کوشش و زحمت زیاد با یک روحیه بلند از طرف پروفسور رحمانوف و سرطبیب بیمارخانه و طبیبان و همشیره‌ها بعد برقرار شدن سلامتیش به خانه‌اش جواب داده شد. گفته می شود در اطلاعیه رسمی بیمارستان مریم عیسویeva از اولهای ماه ایول در بیمارستان بیماری‌های سرایتی در زرافشان از کرونا ویروس طبابت می‌گرفت. روز 2 ایول در پی شکایت او از شرایط طبابتش با سفارش وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده معاون وزیر شادخان جمشید از این بیمارخانه بازدید و شخصا با مریم عیسویeva صحبت کرد. مریم عیسویeva روز 2 ایول در یک تماس تلفنی به سامانه پرستیجی گفته بود در بیمارستان به پرستار نیاز دارد. من خیلی اذیت میکشم. همشیره‌ها سوزندارو گذرانیده زود برآمده میروند. به من کسی نگاه نمیکند. التجا میکنم که به من پرستار الهی دهند. در اینجا از بی‌توجهی مرا میکشند، گفته است مریم عیسویeva. هنرپیشه شناخته افزود التجا میکنم خواهش مرا به مقامات رسانید، به من پرستار علایده بدهند، مبلغش را خودم میدهم، فقط اجازه دهند که مرا کسی نگاهبین کند و من در بیمارستان در تنهایی نمیرم. عیسویeva مریم نعمتونا از سال 1961 اینک 60 سال باز در صحنه تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام لاهوتی نقش می‌آفرد. بنا به آخرین آمار رسمی وزارت تندرستی تاجیکستان که شام 19 ایول نشر شد، در یک شبانه روز آخر در کشور 52 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است. از زمان اعتراف موج نو این بیماری در تاجیکستان این 52 حالت بلندترین رقمی است که در یک روز مشاهده شده است و از آن درک می‌دهد که
مقیاس پنجشنبه ویروس در کشور روز تا روز زیاد شده ایستاده است. وزارت تندرستی همچنین خبر داد که در یک شبانه روز آخر 41 بیمار از کرونا ویروس شفا یافته، متاسفانه یک نفر فوت دیده است. روز 19 ایول رسانه‌ها درباره از کرونا ویروس در سن 62 فوتیدن کارگردان شناخته سینمای تاجیک سفربک صالح خبر داده بودند. سفربک صالح تقریبا یک ماه باز در بیمارستان تحت طبابت قرار داشت. روزهای آخر او را به دستگاه صنعی ایویل پیوست کرده بودند، ولی طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجات دهند. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی از آغاز پاندمی تا شام 19 ایول در تاجیکستان 14177 حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده. از این شماره 13758 نفر یا 97% از شماره عمومی بیماران شفا یافتند، ولی 112 نفر جان باختند. تنها از اول ماه ایول در تاجیکستان علاقه 22 نفر تومه کرونا ویروس شدند. از آمار رسمی وزارت تندرستی برمی آید که فعلا در تاجیکستان 307 نفر گرفتار کرونا ویروس تحت طبابت قرار دارند. منتقدان بر اینند که آمار وزارت تندرستی همه مقیاس واقعی پنجشنبه کرونا ویروس را در تاجیکستان بازگویی نمی کند و شماره رسمی گرفتاران و قربانیان پاندمی در اصل خیلی بیشتر است. منتقدان همچنین مقامات را برای نااندیشیدن تدبیرهای کافی در مقابل موج نو کرونا ویروس عیبدار می کنند و ترس دارند که در پی عید قربان مقیاس پنجشنبه پاندمی باز هم خواهد افزود. یادآور می شویم به فرق از ازبکستان و روسیه در تاجیکستان با وجود خطر پاندمی به برگزاری نماز عید در مسجدها اجازه دادند. یکی از خوانندگان پایگاه خبری بامداد خبر داد که در صدمه صبح 19 ایول در شورای دوشنبه کلوب در نزدیکی نورک 4 نفر جان باختند، نه 2 نفر که وزارت کارهای داخله خبر داده است. در ماشین مرسدس اسپرینتر 5 همصنف از دوشنبه سفر داشتند. در نتیجه صدمه راننده اسپرینتر و 2 همصنفش که همشان از 23 تا 24 سال داشتند در جای صدمه به هلاکت رسیده. 2 همصنف دیگر آنها در حالت وزنین در بیمارستان بستری کردند. راننده اوپل استرا نیز هلاک شده است، گفت همصحبت بامداد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله قبلا خبر داد که روز 19 ایول در عرفه عید سعید قربان در شورای دوشنبه کلوب 2 صدمه مرگاور رخ داده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخله صبح 19 ایول تخمینا ساعت 6:00 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز اسپرینتر بوریف محمد جان محمدویچ سال تولدش 1997 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کلوب در کیلومتر 50 در نزدیکی شورای نورک از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به автомашین تمغه اوپل استرا که تحت اداره راننده سولیوف کامران عباداللهویچ سال تولدش 1988 ساکن شهر دوشنبه که از سمت شهر نورک به سمت شهر دوشنبه حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه صدمه گفته می شود در خبر وزارت کارهای داخله هر 2 راننده در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافران شاکروف شهریار سال تولدش 1998 و توجیف شاهین سال تولدش 1998 هر 2 ساکنان شهر دوشنبه با جراحت وزنین جسمانی در بیمارستان بستری گردیدند. اما منبع بامداد میگوید 2 مسافر دیگر اسپرینتر نیز در این صدمه در نزدیکی نورک هلاک شدند. همچنین همان روز 19 ایول تخمینا ساعت 16:00 راننده автомашین تمغه واز 21099 جلالوف انعام حلیم جانویچ سال تولدش 1992 ساکن جماعت دهات رسیه نویه رودکی هنگام حرکت در شورای کولوب واسه دوشنبه در حدود جماعت دهات گلستان نویه واسه از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده پیادهگرد نابالغ آیشمای سوراب سال تولدش 2009 ساکن جماعت دهات گلستان را پخش کرده است. در نتیجه نابالغ جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تحقیق این 2 صدمه مرگاور ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را
дар сомонаи пойгоҳи хабарии бомдод пайгирӣ намоед. хуш бошед.